به داستان امام حسین و کربلا رسیدم و اونجا واقعا من نمیتونستم بجنگم با خودم. من تسلیم شدم، من عاشق اهل بیت شدم، من عاشق امام حسین شدم. وقتی من داشتم اون کتاب رو میخوندم من یادم تو مترو بودم و خیلی گریه میکردم و من متوجه نمیشدم که چرا من اینقدر دارم گریه میکنم برای یک نفر که من ندیدمش، نمیشناسمش. بعد همین صاحب کار من گفتن که هر شیعه یه پاره، یه زخم هست تو قلبش که وقتی اسم امام حسین رو میشنوه نمیتونه تحمل بکنه.